هزاره‌های ایران. در دل جغرافیای فرهنگی ایران گروهی حضور دارند که اگرچه جمعیتشان کم تعداد است، اما سهمشان در فرهنگ و هنر این سرزمین بزرگ و درخشان است. سخن از هزاره‌های ایران است. مردمانی ریشه‌دار با پیوندهای عمیق با تمدن شرق، به ویژه افغانستان، که در طی سالهای سخت مهاجرت، تبعید و جنگ به ایران آمدند و با خود گنجینه‌ای از هنر، صنعت و آداب غنی آوردند. ریشه تاریخی بسیاری از این خانواده‌ها به مناطق کوهستانی مرکزی افغانستان، به ویژه بامیان و دایکندی باز می‌گردد. در گذشته سرزمین بربریه که نامی کهن برای برخی مناطق هزاره‌نشین بوده، به خاطر مردمانی شناخته میشد که در ساخت نان سنتی، فلزکاری، سفالسازی و ریسندگی مهارت شگفت‌انگیزی داشتند. وقتی این مردم به ایران آمدند، این مهارت‌ها را با خود آوردند و آرام آرام در گوشه و کنار کشور، مخصوصاً شهرهای مشهد، تهران، قم و سمنان سکنا گزیدند. نانپزی سنتی هزاره‌ها مانند نان تافتان یا نان کلچه امروز نیز در برخی محله‌های شهرهای ایران با دست‌های هنرمند هزاره‌ها پخته می‌شود. نانی که نه فقط غذا بلکه فرهنگ را به سفره می‌آورد. همچنین آهنگری از مشاغل رایج در میان هزاره‌هاست. کارگاه‌های کوچک و بزرگ آنها در حاشیه شهرها هنوز بوی دود و صدای چکش دارد، نشانی از تداوم فرهنگی که قرنها از کوههای افغانستان تا بازارهای ایران ادامه داشته. افزون بر این، هنرهای همچون قالیبافی، دخت لباسهای سنتی با نقشهای اصیل و موسیقی محلی با لحن محزون هزاره‌ای نیز به زندگی فرهنگی رنگی تازه بخشیده است. در نگاه بسیاری از پژوهشگران، جامعه هزاره نه فقط یک اقلیت مهاجر، بلکه حامل بخشی از تمدن فراموش شده است که اکنون در خاک ایران دوباره جان می‌گیرد.